شب هشتم، وداع حضرت علی اکبر علیه السلام با مادرش لیلا. حضرت علی اکبر علیه السلام پیش از عزیمت به میدان نبرد به نزد مادر رفته و با او ودا نموده و از او حلالیت جسته و اذن میدان میگیرد. در سنت 1000 ساله آیین شبیه خانی که از زمان آل بویه به یادگار مانده و مردان نقش بانوان را ایفا می کنند، گاهی تعزیه خوانان از حالت اجرای نمایش خارج شده و روزخوان می شوند و برای بینندگان با زبان امروزی ذکر مصیبت می کنند که اصطلاحاً به این حالت خروج از قالب نقش گفته می شود. حکم خدایی شد، اکبر فدایی شد، گشت نهال گلشن تو بی ثمر لیلا، ای بی پسر لیلا، ای خود جگر لیلا، ای اکبر لیلا، تاج شیری که دادی از وفا، مادر حلالم کن، ترک وصالم کن، مورد خیالم کن، دانم نخفتی بغر من، دانم نخفتی بغر من، شب تا سحر لیلا، ای بی پسر لیلا، ای اکبر لیلا، تاج سر لیلا، مهمنظر لیلا، لیلا دراز خیمه جانم که عمرت سر آمده، جان به به اکبر پی ودا به برت مادر آمده، میره یه دل مادر آمدی علی اکبر، یه دل خسته علی جان، علی بار سفر بسته، صدای اکبرم
آید خوش آمدی به سرم به کنعان یوسفم آید علی علی تاج سرم آید نمیگویم مرا مادر بارا ولی آهسته آهسته هاجر ثانی علی را کن سو قربانی براق حی سبحانی بنال مادر بنال لیلا ولی آهسته آهسته بود فخر من ای مادر به محشر نزد پیغمبر فدا کردم علی اکبر نمیگویم مرا مادر علی برو علی برو بادا خودم پشت و میوه دل مادر امید دل مادر دعای من همیشه حرز راهم طیب الله انفاسکم ماشاءالله ماشاءالله روزخان گفت ماشاءالله روزخان گفت که لیلا پسری داشت که رویش به درخشندگی ماه که عباس عمویش پسری خوش قد و قامت پسری صبح قیامت روزخان گفت که در باد پریشان شده مویش پریشان شده شب علی اکبرمونم اینجوری داره میگذره الحمدلله رب العالمین خیلی ازتون ممنونم خیلی از شما هم ممنونم صدای خوب باز حالا دوستان انشالله آقایون نظر خواهند داد حاج آقا مهدی عرض محضر مبارک شما که چون منم امشب خلاصه داستانم گرفته و شب از علی اکبرم هم اینجوری از مادر شهیدی محضرتون عرض بکنیم سر میز کنار مسجد کمک هایی برای جبهه و جنگ داشتن جمع میکردن دیدن که از گوشه مسجد عصازنان آمد رسید کنار این میز آرام از کنار زیر چادرش یه چیزی رو از تو دستاش در آورد آرام با کنار چادرش گذاشت رو میز چادرش رو سفت گرفت سر رو انداخت پایین عصازنان داشت میرفت این مسئول میز یه نگاه کردید صدا حاج خانم گفت بله گفت حاج خانم 4 تا علنگو طلا دادی برگرد بیا رسید برات بدم کجا میری یه لبخندی زد گفت که عزیز دلم 4 تا پسر خوش قد و بالا داشتم برای این انقلاب دادم رسید نگرفتم تو برای 4 تا علنگو طلا میخوای به ما رسید بدی آفرین این یعنی معاملت امام حسین به به و معاملت شهادت یعنی معامله آقای دکتر مشی بفرمایید خواهش میکنم من یه نکته محتوایی میخوام عرض بکنم ببینید در میان اهل بیت در میان فرزندان اهل بیت و منتسبین به اهل بیت هر کسی با اهل بیت همراهی کرد در تاریخ موندگار شد شما فرزندان امیرالمؤمنین رو ببینید هر کسی با امام حسین همراهی کرد موندگار شد یعنی یه جای گره بخوری و هر کسی به هر دلیلی همراهی نکرد موندگار نشد این همراهی کردنم برای این عرض کردم که حالا ما بیایم بحث بکنیم آیا حضرت لیلا سلام الله علیها در کربلا بودن یا نبودن اصلا
بحثی نیست در این. یعنی اگر در کربلا نباشن حضرت علی لیلا سلام الله علیها، من که باور نمی کنم، چون علی اکبر یعنی ادامه حضرت لیلا. حضرت علی اکبر در کربلا بوده. شما نگاه کنید از فرزندان موسی بن جعفر هر کسی با امام رضا همراهی کرد ماندگار شد. شما حضرت معصومه، حضرت شاه چراغ، برادران امام رضا رو ببینید. این قانونه. این یه نکته است. یه نکته دیگه ای که من به ذهنم افتاد چون شخصیت حضرت لیلا مطرح شد، یه شبی تو حسینی معلی، شب دوم محرم، عزیزانمون از 30 تا ملیت اومده بودن، از ملیت‌های مختلف. شما نگاه اهل بیت هم ببینید که مادران ائمه ما اصلا خیلیشون اهل حجاز نبودن. یعنی اینا مثلا بگید که حتما از خود مدینه بودن، نه، از کشورهای دیگه بودن، از مراکش بودن، از مراکش امروزی، از اندلس بودن، یعنی از اسپانیای امروزی، که حالا اینجا اختلاف اقوال هم وجود داره. من یه تحقیق مختصری کردم، البته با رعایت اختلاف اقوال که در تاریخ همیشه اختلاف اقوال هست. مثلا مادر امام سجاد علیه السلام ایرانی بودن. ما افتخار میکنیم که حضرت شهربانو مادر امام سجاد ایرانی هستن. تو مادر زاده‌ای، تو فامیلی، پس داماد ما ایرانی‌ها گردن ماست. مادر امام هادی اهل مغربن، یعنی مراکش امروزی. مادر امام کاظم علیه السلام احتمالاً اندلسی هن، یعنی اسپانیای امروزی. مادر امام جواد علیه السلام قبطی هن، مال مصرن. مادر امام حسن عسکری عرض کنم خدمت شما که یعنی همسر امام عسکری، مادر امام زمان مال ایتالیای امروزی هن، یعنی روم. حالا من از آقا رضا سوال دارم، خاطر عشق آقا رضا با امام رضا، فکر کنید مادر امام رضا علیه السلام که امشب شب 8 محرمه کجایی هن؟ شما بفرمایید. جان شما دکتری، ما که نه عزیز من. اما من بزرگتران حضرت ام المؤمنین احتمالاً ترک. نه دیگه الهی قربونش برم. شوخی میکنم. مال همون. بله، مادر امام رضا علیه السلام یه قول داریم که مال شمال آفریقان، ولی یه قول است که ایشون مال جزیره مارسی فرانسه هستن. مادر امام رضا حضرت نجم خاتون که شب 8 هم هست که وقتی حضرت رضا علیه السلام به دنیا آمد، موسی بن جعفر بلند صدا زد هنیئا لک یا نجم کرامت ربک، گوارای تو باد این کرامت الهی بر تو، خذیه فانه بقیت الله، این بچه رو بگیر که او بقیت الله فی ارضه هست. میخواستم عرض بکنم که این جایگاه منتسبین به اهل بیت، دختران اهل بیت، پسران اهل بیت، همسران اهل بیت، و این قاعده رو یادمون نره هر کسی با اهل بیت همراهی کرد ماندگار شد. الان شما میخواید بگید که مثلا مسلم ابن عقیل خب شهید روز عاشورا نیست، ولی شهید حماسه حسینی که هست. اینا با امام حسین همراه بودن. دنبال این نگردیم که همراهی الا ولا بود در کربلا بوده یا نبوده. خب حضرت لیلا سلام الله علیها چه کربلا باشن چه کربلا نباشن که به جای هم ضربه نمیزنه حضرت علی اکبر بودن. ببخشید من خیر ببینیم. ماشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم آقایون. خیلی از شما سپاسگزارم و خیلی از شما گفت چه خراسان، چه مدینه، چه عراق و چه دمشق، هر کجا پرچم روزه است همان جا وطن است. دم من زندگی و باز دمم زندگی است، تا که روی لب من ذکر حسین و حسن است.